در جنگ ها ارتشی برنده است که دیتای بهتری نسبت به رقیبش داره. سلام، حسین تاشکم. میخوام امروز در مورد این صحبت کنم که به کی گوش میکنیم. همه ما در طی روز با استفاده از اینستاگرام، شبکه‌های مجازی، آدم‌های دور و برمون، فیلم‌هایی که می‌بینیم، آهنگ‌هایی که گوش می‌کنیم و چیزهایی که دنبال می‌کنیم، کل این مجموعه به یک چیز ختم میشه: به کی داریم گوش می‌کنیم. این گوش کردنه، یاد گرفتنه، تفکره، باوره یا هر چیزی که شما میخواین اسمشو بذارین، روی ما اثر گذاره. چرا؟ چون یک دیتایی به ما میده که ما نسبت به اون دیتا میایم در روزمون، در هفتمون، در اهدافمون تصمیم گیری میکنیم. مثلا شما اگر دنبال کسب و کار، سرمایه گذاری باشید، کسایی که تو این زمینه دارن کار میکنن، مثلا استودیاشونو که ببینی، دلار رفت بالا، طلا رفت بالا، جنگ اینطوری شد، ترامپ اینو گفت، اینو گفت و شما دچار اشباع اطلاعاتی و اوور دیتا میشی. دیتایی که هیچ کدومش به درد شما نمیخوره. یا چند ثانیه وقت گذاشتن میتونی اون اخبار رو دنبال بکنی. یک سری افراد میشینن صبح تا شب تو تلویزیون، یا نسل قدیم اینطوری بودن، جدید اینطوریه که صبح تا شب تو گوشیشون میان اخبار رو دنبال میکنن، یا توی ماشینشون یه آهنگی رو گوش میکنن که آره زندگی همینه، ما چقدر بدبختیم، اون رفت این اومد چیکار کرد. واقعا تا حالا فکر کردیم که ما داریم به کی گوش میکنیم؟ داریم به کیا گوش میکنیم؟ وقتی که به اونا گوش میکنیم، نسبت به این اطلاعات میریم تصمیم گیری تو زندگیمون میکنیم. در واقع رسیدن به اهدافمون یا اصلا مشخص کردن این که من میخوام چه هدفی داشته باشم، این دیتا هایی که من میده، من نسبت به اینا میام تصمیم گیری میکنم. پس خیلی مهمه که ما به کی گوش میکنیم. مثلا من یک ویدیویی توی جلسه قبل ضبط کردم، این که قهوه خوردن بده یا خوبه. یک سری افراد میگفتن خوبه، یک سری افراد میگفتن بده. ما فهمیدیم که قهوه خوردن بده. اگه نمیدونی برو ویدیوشو نگاه بکن. ولی تو اگه به افرادی گوش بکنی که دیتای غلط بهت بدن، بگن قهوه خوبه، تو هی مدام هر روز قهوه میخوری و حالت بدتر میشه. ضربان قلب میگیری، استرس میگیری. میبینی بعد از 1 سال 2 سال هر روز قهوه خوردن، حالت که بهتر نمیشه، هیچی بدتر میشه. یک سری داروهای قرص اعصاب و روان. کار ندارم، اصلا تخصص من در حال حاضر این نیست، با اینکه من دارم تو رشته روانشناسی کار میکنم. ولی اینه، ما داریم به کی گوش میکنیم. یک بار برای همیشه تمام شبکه‌های اجتماعی نگاه بکن، ببین کیا رو دنبال میکنی. من خودم 1 ماه پیش، 1 ماه و نیم پیش، تقریبا 45 روز قبل 400 تا آهنگ از گوشیم حذف کردم و الان 30-40 تا آهنگ بیشتر ندارم، چون فهمیدم که خیلی دیگه به درد نمیخوره. خیلیاش حس خوبی به من نمیده. وقتی اونا رو گوش میکنم، بیشتر از اینکه شاد بشم، انرژی بگیرم، بتونم طی روزمو باشون بسازم یا حالمو خوب بکنم، حالمو بدتر بد میکنن. شما با یک آهنگ مناسب، با یک فیلم مناسب، حتی فیلم نگاه کردن، آهنگ گوش دادن یک هنره، یک علمه که بفهمیم ما باید چه آهنگی گوش بکنیم، چه فیلمی رو ببینیم، چه آدمهایی رو دنبال بکنیم، چه اخباری رو دنبال بکنیم. تو بیا یه کاری بکن. بیا اگه آدمی هستی که اون بیرون کسب و کاری داری، فلانی داری، بیا نگاه کن در طی روز با چه افرادی داری صحبت میکنی. میبینی 90% این حرف جک ماه، مؤسس شرکت علی بابا، خیلی افراد بزرگیه، بزرگترین فرد، ثروتمندترین فرد توی چینه، میاد اینو صحبت میکنه. میگه اگه شما نگاه بکنید به کانتکت های گوشیتون، دفترچه مخاطبین گوشیتون، 90% کسایی که دارید در طی روز باهاش صحبت میکنین، کسایی نیستن که شما رو به اهدافتون میرسونن. یعنی در واقع ما که یک لایف استایل درستی نداریم. من خودم میگم، من اگه یک لایف استایل درستی رو ندارم، نمیدونم به کی گوش میکنم. توی موج اطلاعات، توی این یک نمیدونم، یادم نیست، یه مقاله داشتم میخوندم، فکر میکنم میگفت که در هر 24 ساعت اطلاعات 1.5 برابر بیشتر میشن. یعنی همه دارن محتوا تولید میکنن و اکسپلور گوشی ما میره میاد و ما میبینیم یهو چندین ساعت توی اینستاگرام و اصلا حواسمون نیست. پس یک سوال همین الان که ویدیو رو قطع میکنی از خودت بپرس، دارم به کی گوش میکنم؟ واقعا دیگه الان دارم به کی گوش میکنم؟ آیا به کسایی گوش میکنم که من در مسیر رسیدن به اهدافم کمک میکنن؟ آیا کسایی که حالمو خوب میکنن یا حالمو بد میکنن؟ من نمیخوام بیام انگیزشی صحبت کنم همه چی خوبه فلانه، نه. شاید بگه آقا من میخوام واقع بین باشم، اصلا حرف من همین حرفه. ولی نه از این ور بوم بیافتیم، نه از این ور بوم بیافتیم. سعی بکنیم آدم‌ها رو بر اساس اون ارزش، بر اساس اون ولیو، منظورم پولشون نیست، بر اساس ارزشمندیشون تقسیم بندی بکنیم و سعی کنیم به حرف کسایی گوش بکنیم که واقعا ارزششو دارن. پس شما جواب بده، به کی گوش میکنی؟ مخلص شما، حسین تاشک.